به نام خدای خوب و مهربون. سلام کوچولوهای نازنینم. حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خدا رو شکر. الهی که همیشه حالتون خوب باشه. آماده هستیم براتون یه قصه جدید بگم؟ یکی دیگه از قصه های مرسی تیوی. خوب گوش کنید تا براتون تعریف کنم. اسم این قصه‌مون هست گرگی در لباس میش. یکی بود یکی نبود. روزگاری یه گرگ بدجنس برای پیدا کردن غذا دچار مشکل شده بود. روزها میگذشت و شبها میومد، ولی آقا گرگ قصه ما نمیتونست حتی یه دونه شکار بکنه. حتی اون روزایی که گله برای چرا به اون کوه و چمنزار میومد، یه چوپان دلسوز و یه سگ دقیق داشت که هیچ وقت به گرگ اجازه نمیداد بره و گوسفندا رو شکار کنه. اونا مواظب هر اتفاقی توی گله بودن. گرگ بیچاره گرفتار شده بود. نمیدونست چی کار بکنه. تا اینکه یه روز یه اتفاق عجیبی افتاد. همونطور که گرگ داشت از اونجا رد میشد، دید به به یه پوست گوسفند اونجا افتاده. یه فکری به سرش زد. پوستو برداشت و سریع از اونجا فرار کرد. روز بعد گرگ با دقت پوست رو روی خودش انداخت و خودشو به شکل یه گوسفند در آورد و وقتی گله توی صحرا مشغول چرا بود به میون اونا رفت. آروم و آهسته سرشو انداخت پایین و این طرف و اون طرف رو نگاه نکرد که یه وقت کسی مشکوک نشه. گوسفندای بیچاره متوجه وجود گرگ نشدن. آخه الان دیگه گرگ شبیه خودشون شده بود. یکی از بره ها به کنار گرگ اومد. گرگ ناقلا بهش گفت بره جون، میدونستی یکم اون طرفتر علفای خوشمزه تری هست؟ بره بیچاره با تعجب یه نگاهی کرد و گفت نه، جدی میگی؟ گرگ گفت آره، بیا ببرمت اونجا، فقطم به تو گفتم تو از همه بهتری. بیا بریم اونجا از اون علفای اون طرفم بخور. بره بیچاره قبول کرد و به همراه گرگ به اونجا رفت. گرگم از فرصت استفاده کرد و بره رو شکار کرد و با خودش برد. روز بعد دوباره گرگ با همون پوست میشی که روی خودش انداخته بود وسط گوسفندا اومد. همینطور سرش پایین بود و داشت میچرخید تا به یکی از گوسفندا رسید که آرومتر راه میرفت. بهش گفت خسته نباشی دوست من، میبینم که تشنت شده و دنبال آب میگردی. گوسفند گفت نه، من تشنم نیست. گفت چرا؟ واسه همینه نمیتونی راه بری. بیا ببرمت اون طرف، ببینی یه رودخونه خیلی قشنگ هست. میتونی اونجا آب بخوری و دوباره به دوستامون ملحق بشی. گوسفند بیچاره گول ظاهر گرگو خورد و به همراه گرگ به اون طرف رفت. گرگم از فرصت استفاده کرد و اون گوسفندم شکار کرد و با خودش برد. بله بچه ها، روزها میگذشت و اینم شده بود کار آقا گرگه. هر روز بیاد یه دونه گوسفند شکار کنه و با خودش ببره. چوپون گله متوجه شد که یکی یکی گوسفندا دارن کم میشن. با خودش فکر کرد که حتما یه اتفاقی افتاده.
سگ و فرستاد وسط گله. گفت آروم برو ببین چه خبره؟ چرا گوسفندای ما دارن غیب میشن؟ سگ از حس بویاییش استفاده کرد و بین گوسفندا میچرخید. همینطور که میچرخید یه دفعه متوجه وجود گرگ شد و گرگو گرفت. بعدم چوپان قصه ما با چوب دستیش اومد و حساب گرگو رسید. بله بچه ها، ولی چه فایده؟ حیف که یه عده گوسفند ساده گول گرگو خورده بودن و دیگه میون گله نبودن. بله دوستای کوچولوی من، این داستانمونم به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کوچولوهای مهربونم، از این داستان چه نتیجه‌ای گرفتین؟ بله، این که گول ظاهر هر کس رو نخوریم. درسته که باید به حرف بزرگترها گوش کنیم، ولی بزرگترای ما پدر و مادر و خواهر و برادر و خاله و عمومون میشن. حواسمون باید باشه به حرف غریبه ها گوش نکنیم. خب عزیزای دلم، تا فردا شب که دوباره بیام و یه داستان جدید براتون بگم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.